جوان بود در سرزمین عرب. دیر نگذشته در همین سالهای نزدیک که شاید هنوز حیات داشته باشه، این پدرش از دنیا رفت. با دعای مادرش، با زحمتها و رنجها و دردها و ناملایمتی هایی که مادر دید، این فرزند رشد کرد، درس خواند. بعد مادر به این دعا میکرد، تمام طلایی که به سر و صورت خود داشت به فرزند خود فروخت، یک کار و کسب را اندازی کرد و این پسر با دعای مادر ترقی کرد، رشد کرد. این طلای مادر به جای رسید که این پسر تاجر شد. تاجر. هر دختر را مادر در این شهر انتخاب میکرد، فرزندش میگفت نه، من خودم انتخاب میکنم. وقتی که ما بزرگ شدیم، وقتی توانایی پیدا کردیم، وقتی انرژی گرفتیم، یاد ما میرود که یک روز غندق بودیم. یاد ما میرود که یک وقت در آغوش مادر گندگی و نجاست ما را مادر با دست خود پاک میکرد. یاد ما میرود که یک روز مادر شبها تا به صبح خواب نداشت، آن شبه که ما گریه میکردیم. مادر خودش گرسنه، من و تو سیر. مادر خودش به سردی من و تو را گرم میکرد. مادر خودش شبها خواب خود را به خود حرام کرده بود تا من و تو آرام بخوابیم. اگر نیمه های شب طفل گریه میکنه، قبلا خب ما نمیفهمیدیم، حالا که ما طفل داریم میفهمیم، میبینیم که اینی مادر بیچاره میره طفل خود را شیر میته، باز میآید 10 دقیقه تیر نمیشه باز گریه میکنه، باز میره. با چی نوازشه، با چی کلمات، با چی محبت، با چی عاطفه‌ای که در سینه خود دارد اون طفل که خود را نوازش میده. این را خب ما فراموش کردیم. وقتی که بزرگ شدیم باز میگیم مادر لباس ما کجاست؟ بوت مرا کجا ماندی؟ دختر به مادر، پسر به مادر غر میزند. غر مادر بیخی مغز ما را خراب کردی تو. یک کسی در موبایل خود نوشته کرده بود مادرش مزاحم همیشگی. مزاحم همیشگی. میگی مادر ما زندگی ما را خراب کرده، همین ما پدر ما زندگی ما را خراب کرده. این مرگم به سراغ این نمیآید که از شر از ما خلاص شویم. این مادر بیچاره با تمام رنج و درد و زحمتی که داشت این پسر را بزرگ کرد. این پسر به جای رسید، چیز شد، تاجر شد. بعد دختر خودش انتخاب کرد، زن خودش انتخاب کرد. مادرش از پسر کرده، مادر خوشحال شده. گرچه 10 مرتبه تو قلب مادر را بشکنان، ولی باز هم روز خوشی تو از همه بالاتر مادر زیادتر خوشحال می شود، پدر بیشتر خوشحال می شود. تو به هر جایی که برسی، اگرچه پدر و مادر از تو ناراض باشد، وقتی در گوشه تنها می رود باز چی میگه؟ خدایا اما پسر مرا خودت نجات بده و خودت حفظش بکن. قلبش بار بار ما تو شکستانی، ولی باز دعایش نیست که خدایا پسر مرا کامیاب بگردانی. این عروسی کرد، فرزندان را خدا نصیب این جوان تاجر گردانید، فرزندان خوب. مادر بسیار خوشحال شده بود که نوه‌ها دارد. دیر نگذشت این مادر چرک شد، سر و صورتش پیر شد، ناتوان شد، چشمش خوب بینایی نداشت. وقتی که پدر و مادر پیر می شود، قرآن یک آداب را پیشکش می کند. قرآن یک احترام خاص را پیشکش می کند. قرآن یک سلوک ویژه‌ای را برای فرزند تعلیم می دهد که در وقت پیری به پدر و مادر داشته باشند. عزیز من، عمر من و تو هر چقدر بالا برود حوصله ها کم می شود، حافظه ضعیف می شود. پدر و مادر وقتی پیر می شوند اون وقت حوصله ایشان کم می شود، اونها زیادتر حرف می زنند، ولی عزیز جان ما هستند. هر چقدر حرف می زند بزند، حرف اون در حقیقت آواز بهشت است، حرف اون رضای الله است. خود را آماده کن به شنیدن سخن پدر و مادر، چون هر چقدر پیر بشود حوصله‌اش کمتر می شود. او به اندک ناراحت می شود، او به اندک ناراض می شود. دیگه ایجا بازوی تا به پدر و مادر نشان نده. جوان عزیز من، بازوی تا به پدر و مادر نشان نده، قهرت به پدر و مادر نشان نده، چروک ابرویت را و پیشانیت به پدر و مادر نشان نده، چشمای بزرگت به پدر و مادر نشان نده، الفاظ تند به پدر و مادر نشان نده.
اونها ضعیفن، اونها ناتوانن. اونها یه وقت قوی بودن، تو ضعیف بودی. او هیچ وقت به تو زور نشان نداده. زوری از او همی بود که سرت رو سیله میکرد، بوسه میکرد. وقتی به سفر میریم، من خب پدر هستم، اینجا عزیزا زیادش پدر هستن، چی احساس داری؟ چی یادت میآید؟ اما اولادکایت که در خانه هست که زود برگردم مریض نشوند. اگر تماس میکشی اول پرسان میکنی دخترکم خوب است، بچگکم خوب است. خب این پدر است، این مادر است. وقتی که بزرگ شدیم هنوز هم محبتش اضافه تر می شود، محبتش زیادتر می شود، محبت پدر کم نمی شود، محبتش بیشتر می شود. بعد این مادر ضعیف شده، ناتوان شده. وقتی از پسر خود هر چیزی طلب می کند، پسر هیچ توجهی به این نمی کند. مادر گاهی وقت گریه می کند. روزها آنقدر این پسر به تجارت و با زن و فرزندان خود مصروف است که یک خانه در گوشه همین قصر خودش یک خانه مناسب تر پیدا کرده. مادرش همونجا مادرش هست، یک وقت برش غذا میرسه، یک وقت غذا برش نمیرسد. مادر آرزوی غذا ندارد، آرزوی دیدار فرزند خود را دارد. هیچ چیزی با ارزشتر از صحبت پسر برای مادر بیشتر نیست. هیچ چیزی با ارزشتر در وقت کهنسالی و سالمندی برای پدر از صحبت پسرش بیشتر چیز دیگر نیست. یک صحابه آمد به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله من احق بحسن صحابتی. حدیثم حدیث صحیح است، حدیث امام بخاری است. گفت یا رسول الله به چی کسی اخلاقم را خوبتر بگردانم، با چی کسی زیادتر صحبت کنم، در کنار چی کسی زیادتر بنشینم، با کی زیادتر محبت بکنم، با کی رفتار نیکویی داشته باشم؟ رسول خدا فرمود امک، مادر جانت. قال ثم من یا رسول الله، بعد از مادر جانم با کی؟ رسول خدا فرمود مادر جانت. بعد فرمود یا رسول الله پس از آن بکی؟ بعد رسول خدا فرمود مادر جانت. الله اکبر، نمیگوید همسر جانت، بلکه میگوید مادرت مادرت مادرت. 3 مرتبه این را تکرار کرد. در مرحله 4 پرسان کرد ثم من یا رسول الله، باز با که خوش رفتار باشم؟ گفت ابوک، با پدر جانت. یعنی مادر 75 درجه حق داره و پدر 25 درجه حق داره. یعنی گویا این که مدال طلا را خدا به مادر داده، مدال طلا را به مادر داره، چون پدر خیلی عزیز است، خیلی عزیز است، ولی مادر مشقت زیاد کشیده، مادر تکلیف زیاد دیده، رنج زیاد دیده، عاطفه در مادران بیشمار هست. مادر حتی اگر دعای بد میکند به فرزندش، اون را اثر زبان میکند، از ته دل نمیکند، ولی از دعای بد پدر بترس، از دعای بد پدر بترس. چرا؟ پدر خیلی صبر میکند، خیلی رنجش میدهی، صبر میکند. اگر یک بار دست برداشت، این را بدانی که بیخ من و تو را میکند. اگر پدر دست برداشت و خدای ناکرده دعای بد در حق فرزند کرد، اون فرزند هم در دنیا ناکام شده، هم در آخرت ناکام است. ای توجهی به این مادر بیچاره و سرسفید خود نمیکرد. میگه ای عروس خود را میگفت که اما پسرم که آمد برش بگو که نیم ساعت پیش ما بیاید که ما پشش دق شدیم. چند شبان و روز است که ما پسر خود را ندیدیم. میگه وقتی که همسرش می آمد، این عروس اصلا نمی گفت که مادرش چی گفته برش، خوش نداشت که به پیش مادرش بره. دیر نگذشت، یک روز مادرش آمد که پسرم من نیاز دارم که هر روز بیایی مقدار مرا نوازش بدهی، من پیر شدم، کهنسال شدم، کل زندگی من فدای تو شد. یک روز این حدیث را گوش کن، بعد داستان را ادامه میدهم. یک روز جوان دگان دوان به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رسید. گفت یا رسول الله، پدر من تصمیم گرفته که مالای مرا بگیره، من خیلی مال کمایی کردیم، پول دارم، ثروت دارم، پدر میخوام مال مرا بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد برو پدرت گرفته بیار که چه حق داره که مال تو را میگیره.
وقتی که این جوان رفت به پشت پدرش، امین وحی جبریل امین از آسمان آمد. امین وحی از آسمان آمد به محضر حضرت رسول، عرض کرد یا رسول الله، وقتی این پدر ریش سفید و سرسفید به پیش تو آمد، از این پدر پرسان بگو، از این ریش سفید پرسان کو که به دل خود چی گفته هست، به دل خود نسبت به پسرش چی گفته هست، از پیش این ریش سفید پرسان بکو. بعد از این که این جوان پدر خود را دستش را گرفت به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حاضر کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مرد پرسان کرد که ای مرد، چرا مال پسرت را از پیشش گرفتی؟ این پدر گفت که یا رسول الله، من محتاج بودم، من نادار هستم، من چیز ندارم، اگر از پسر نخورم از کجا بخورم؟ بعد از این که این کلمه از زبان پدر کنده شد، رسول خدا گفت این را بگذار، در دل خود چی گفتی وقتی در راه آمدی؟ در این مسیری که می آمدی چی گفتی؟ گفت یا رسول الله، وقتی که در مسیر می آمدم به دل خود گفتم ای پسر، ای پسر من، وقتی تو کودک بودی من غذای خود را به تو می دادم، من غذای خود را به تو می دادم. وقتی که تو مریض می شدی ای پسرم، من شبها خواب نمی کردم. ای پسر، وقتی مریض می شدی من به این طرف و آن طرف می رفتم تا دکتر پیدا بکنم، تا درمان درد تو بشود. ای پسر من آرزو داشتم تو رشد بکنی و بزرگ شوی، من آرزو داشتم تو زندگی آرام داشته باشی، در کل عرصه های زندگیت کامیاب باشی، اما ای پسرم حالا بزرگ شدی لقمه را از دهن من میگیری، حال بزرگ شدی به من احترام نمی کنی، حال بزرگ شدی آرزو داری من بمیرم. گفت یا رسول الله، این سخنان را به دل خود می گفتم. یک بار به صورت رسول خدا نگاه کردم که اشکهای رسول خدا از چشمای مبارکش سرازیر شده، دو دسته گریبان بچه را رسول خدا می گیرد، می فرماید انت و مالک لابیک، ای پسر خودت و کل مالت مال پدر هستی، خودت و مالت مال پدر هستی. تو از کجا آمدی که به پدرت میگی مال مرا گرفته هست؟ پدر من مال مرا میگیره، از کجا کرده بودیم مال؟ کجا بودیم؟ لخت آمده بودیم، لخت و مادر زاد، هیچ نداشتیم. لباس در تن ما کرد با آواز بلند پدر و مادر. حالا خب ما خیلی مصرف داره تفلکای امروزی، ما لخت آمده بودیم، کی ما را پیچانید، کی ما را گرم کرد، کی ما را سرد کرد، کی ما را خورانید، کی به ما ختنه سوری گرفت، کی عروسی ما را کرد، کی برای ما زن انتخاب کرد، کی اینها را کرد؟ همه را پدر و مادر. عزیز من، ما فراموش کردیم ما انسان هستیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا. انسان خیلی ناشکیباست، الله میفرماید خیلی انسان ناشکیباست. ما فراموش میکنیم روز گذشته خود را. میگه بعدش این پسر ظالم، این پسری که به برکت مادر رفته بالا، این پسری که با طلای مادر کرده رشد، این کسی که با تمام زندگی مادر ثروتمند و تاجر شده، تصمیم میگیرد مادرش را ببرد به خانه سالمندان، به خانه سالمندان انتقال بدهد که مادرش به گفته خودش حوصله اش را تنگ کرده است. مادرش خانه اش را، آرامش خانه را برهم زده. امروز بسیار پسران هستن میگه پدر و مادرم آرامش خانه ما را برهم زده. کسی آمد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، پدر و مادرم خیلی به من ظلم میکنه، خیلی بد اخلاق هستن، خیلی بد اخلاق هستن. ببین که رسول صلی الله علیه و سلم چه میگه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای بنده خدا، اگر پدر و مادر 3 مرتبه این لفظ را تکرار میکنه و این ظلما و این ظلما و این ظلما، اگرچه پدر و مادر به تو ظلم کند، اگرچه پدر و مادر به تو ظلم کند، اگرچه پدر و مادر به تو ظلم کند، باز هم پدر و مادر تو هست.
باید به اون احسان بکنی، نباید با الفاظ بسیار تند و تیز با پدر برخورد کنی. ولی متاسفانه 97% امروز جوانان با بسیار لحن تند که حتی با دوست خود، با رفیق خودش، با فرند خودش با اون الفاظ یک بار هم برخورد نکرده، ولی بار بار با اون الفاظ تند با مادر و پدر خود برخورد میکند. یک بار از شما پرسان میکنم امین حقیقت دارد یا ندارد؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی صبح وقت بیاید، این حدیث رو چند بار براتون گفتیم، بیاید دروازه خانه مادر و پدر خود را باز کند، یک بار به صورت پدر و مادر خود نگاه بکند، یک بار برای این که ثواب بگیرد. الله رب العزت و الجلال ثواب یک حج فرضی و یک عمره را در نامه اعمالش نوشته میکند. ثواب یک حج فرضی که خدا قبولش کرده. امروز میلیون ها حاجی رفتن اما نمیدانند که الله قبول کرده یا نکرده. ولی اگر یک انسان به صورت پدر و مادر خود با محبت نگاه میکند، الله جل مجدود ثواب یک حج مقبول را در نامه اعمالش نوشته میکند. صحابه گفتن یا رسول الله اگر 2 مرتبه 3 مرتبه تا 100 مرتبه، رسول خدا فرمود الله اکبر، خدا بزرگ است. یعنی هر چقدر بیشتر نگاه کنین همون اندازه خدا به شما مزد میدهد. برد این مادر را به خانه سالمندان انداخت. بعد از چند مدت مادر مریض شد. خبر رساندن به پسرش که یگانه مادر تو در داخل شفاخانه انتقال داده شده، از خانه سالمندان مریض شده. میگه پسرش به بهانه هایی که من کار دارم، من مشکل دارم، پاسپورت خود را ویزا زد، میگه از این سرزمین سفر کرد که حتی به شفاخانه به دیدار مادر خود نرود. این مادر داخل شفاخانه آخرین کلماتی که از زبانش میگه کنده شد، پسر خود را نامش را میگرفت، پسر خود را نامش را میگرفت، همین قسم جان به جان آفرین تسلیم کرد. مادرش را بردن دفن کردن، پسر دوباره برگشت خوش خندان، دیگر از شر مادر بیغم شده به اصطلاح خودش. امروز دیگر مادر نیست، آرام است. امروز مادر دیگه فضای خانه را خراب نمی کند، مادر مرده هست. میگه وقتی که آمد چند روز نگذاشته بود انتقام خدا شروع شد، چند روز نگذاشته بود دامن این را انتقام خدا گرفت، خشم خدا گرفت. رسول خدا فرمود بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق. 2 تا گناه هست که خدا روز قیامت را، تا روز قیامت عذاب این 2 تا گناه را صبر نمی کند. 2 تا گناه هست، حدیث صحیح مستدرک حاکم است. رسول خدا فرمود 2 تا گناه هست، 2 تا صفت هست که خدا عذابش را تا روز قیامت به تأخیر نمی اندازد. خدا عذابش را تا خانه قبر به تأخیر نمی اندازد، بلکه در این دنیا در وقت حیات خدا میخواد انتقام بگیرد. البغی یک ظلم است. هر که ظلم کرد اون باید ببیند، هر که ظلم کرد باید در این دنیا جزایش را ببیند و میبیند. رسول خدا میفرماید و دوم العقوق، کسی که نافرمانی پدر و مادر کرده است. یعنی هر گناه، شراب، زنا، لواط، دزدی، هر گناه دیگر را الله رب العزت و الجلال عذابش را تا قیامت تأخیر می کند و امکان دارد الله ببخشد. اما کسی که ظلم می کند به مظلومین، کسی که ظلم می کند به مسلمان، یا حتی کسی ظلم می کند به حیوان، و اون کسی که پدر و مادر خود را نافرمانی می کند، الله می فرماید پیش از مرگش در این دنیا خارش می گردانم، پیش از مرگش در این دنیا خارش می گردانم. انتقام خدا دامن این جوان را گرفت. فرزند 6 سالش به طرف مکتب روان بود، یک موتر بسیار به سرعت آمد زد این پسر را. این پسر جان داد، این پسر جان داد. آنقدر تکلیفی به این پسر، به این جوان رسید، آنقدر غم در زندگیش آمد، اما دیر نگذاشته بود. خدا زود رها نمی کند. این بطش ربک لشدید. گرفت خدا خیلی سخت است. اگر یک بار دامن کسی را گرفت، پناه بر خدا، پناه بر خدا. وقتی غضب خدا و خشم خدا
و نارضایتی الله دامن کسی را بگیرد، اون دیگر در این دنیا نابود و نابود است. از بیخ الله زندگی اون را نابود میکند. بعد فرزند دیگرش مریض شد، آنقدر مریض شدید هرچه تلاش کردن تمام پول خود را به حراج گذاشت که دکترها را بیاورد تداویش بکنه، نتیجه نداد، فرزند دیگرش را هم برد. میگه این جوان بدون 2 پسر شد. یک بار سرش به سنگ خورد و به یادش آمد که با مادرش شکار کرده است. به یادش آمد که با مادرش شکار کرده. میگه تمام ثروت و دارایی و تجارتش 1 سال نگذشت، تمام این ثروت و دارایی کلش نابود شد. هیچ نمون، تک و تنها این زنی که برای این زن مادر را از خانه کشیده بود بیرون، این زن به شوهرش گفت طلاق من را بده، من کنار تو زندگی نمی کنم، هیچ چیزی تو نداری. طلاق را گرفت، این جوان را تنها گذاشت. به این هم بدبخت دنیا شد هم بدبخت آخرت.